میآید چقدر پدر تا در دینا گشتن یارو باید همش مختن کنن در کار. این زنی سالخورده ساکن دهه آبیکی که ناحیه خراسان بیبی خال عارفه می باشد. این مادری علمزده از آن شکایت دارد که پسری عمه کلینش زرینه شهباز پسرش فریدون 33 ساله را در روزی روشن کارد زده است. از این حادثه ناخوش قریب 20 روز سپری گشته باشد هم تا حال کسی به دادشان نمی‌رسد. سبب سر زدن این ماجرای خونین به گفته پیوندان جبر دیده تهمتی میباشد که خویش و تبار زنش در حق فریدون بافتند. زمانی در روسیه بودن فریدون همسرش سرینه از تلفن ینگه‌اش یعنی زنی پسری عمه‌اش و شوهرش زنگ میزده است. شب فریدون به همان رقم‌ها زنگ زده زنش را پرسان میشود. همین یک زنگ تلفنی باعث پیدا شدن شبهه و گمان‌های بد گشته کار تا به خانه ویرانی و فاجعه میرسد. شهباز همسرش را تهمت میکند که گویا با فریدون مناسبت‌های عاشقانه دارد و طلاقش را میدهد. برای اثبات کردن بی‌گناهی خود فریدون همراه دو جوده‌اش به خانه خویشاوندان زنش میرود. اما برابری از ماشین فرآمدن اول مادرش و سپس خود شهباز و فریدون در افتاده او را نو کارد میزنند. من همسری فریدون، نامم زرینه. وقتی که همین حادثه شد ما با مهمانی رفتیم، از این گپ و کار درک نداشتیم. شوهرم با من زنگ زد که جمعگل همینجا ده. گفتم ها اگر همینجا ده باشه. گفت ما بچه‌شم میرم در کزاکینی. گویا که همسری شما با همسری من ایشا خودشون گفتگن ها وقتی که دستی من تلفن نبود تلفنی همسری وقتی من گپ میزدم یک شو ای زنگ میزنه میگه که تلفن دست مینویسه دستی زنی مده نیست. میگه خواهر جان میگه زنی وایره پای میگه نه اکا جان دستی مده نیست و خیلی میگه همی شوهرم نیست خونه در شوهری وای سحر میویه تلفنی رو میکوه که خیلی هم خیلی تو گپ زدی قطی وای ما در زنگ میزنه قطی ما جنگ میخورم که شوی تو میدونی امیره که شو تا سحر قطی زنی ما گپ میزنه میگم ها میدونم نه که شو تا سحر گپ زدگی نیسته وای چیزی باشه شوی ما میگم ما در چی گپ نیسته که همون تا و دختر سور کردن که قطعی گشتی گفته. تقریبا ساعت 8 بودم اول موبایلم آوردیم ماندم خونه برام موبایلم آوردیم ماندم از مگزین مالچایده خریدیم آوردیم موبایلم ماندم خانه ندارم مسئولم گفتن نداره که اما زنه گمجه جنگ جنجال میشه شما گم کنم شما خواب جنگ جنجال میشه سوی خود گفت خیلی نداره جنگ جنجال میشه گفتم خیلی من بگونه ها تا که خیلی تهمت نکنم یا سال زیاد شد که هم خیلی تهمت نکنم تلفن هم کردن هم خیلی تهمت کردن هرچی هر گپ خبری دروغ گوز دارم خیلی من رفتم کار بود که طریف آشنا گفته باشم ای گورگیشان تا کلونیشون فقام نکنم گفته باشم اما آشنا بازیه و خیلی آیلم موندم رفتم که این آشنا تلفن کردم که اما آشنا رفتم گفتم خیلی گفته شما هم خیلی گوسودیم هرچی گوسودیم آشنا گفت نه همش دروغه من آشنا گفتم خیلی بیا بریم در کزت کنیم همش همجیست دیگه بچهش دارم اینجا بود بچهش هم گوز نگفتیم بریم در کزت کنیم که من بگناه من نگفتم وای گورگی تا کلانتان فلان نکنیم خیلی نکنیم که آمده هم ماشین فرام نفرام بوده یا تیاریشون دیده بودیم یعنی که دویم باره آمدن دویم باره بوده تیار شده دیگه بودیم ای ماشین بفرام نفرام و چش سر کردم شکوش که بچهش هم سودوید ای ماشین فرام در دستش کرد که دست مبارم کار دزشت کنم گفتم بچهش سن کتیزه هم پارش کنم بوده پای خیلیشی کتیزم بچه غلطی دیم دیگه زنوکاشون بالا دم خیلی کردن ای کارت کتیزه دیگه ندارم خب جلوه شریف بکویش سوکینی همین شهرکی او که خیلی رفتن اثبات کنی بالاتر رفته که همون شهباز در همون واقع همون چی واقع همون خونه مرکزدار همون جا در جایی چای جایی دلخوش کنی یکو روسکتی بر میشه برداشتگی بود ای باری فوزیل گفت بی رفیقی من میرم بیو میگم شهر فوزیل رفت همچون رفیق رفت برو گرفت اکشم آمد گفت خیلی پشیمایی کنه ما پسی ماشین داشتم ما ایده ندیدم ای پشتش رفتیم این ماشین فرام نفرام دیگه که همین
کوچه همون شهباز به سری جرام دوید. وقتی به سری دوید ما گفتم ماشین رو پس رداد میکنم و ماشین رو میگیرم. همین ماشین رو بگیرم نگیرم گفتم که شهباز هم دید که اوچش کتی ای چسبید در فریدون چسبید. با شهباز هم دوید اومد کرده چی سه کس غیلی دام. بعد دیگه زنکو هم ماشین رو غیلی دام. ماشین و فاضل امیرعلیویچ ساکنی دهه خالاباد دهه کشریچ. این حادثه گویا 1 minut 2 minut شد عدسیله. شام بود ندیدیم که کورچه امسال کرد. همین در بیرون بود بیرون هم در روزی مردم پیش خانی خولش داد که بعد یا این آواز ایدهانی فهمیدم کورچه گفت بگیره در دستش گفت من خمر قطی زنکاشون جنجال کردیسته بودم که من زن رو دخم قطی دین ایراسیه اومدم 1 سال باز در راسیه بودم که کورچه گفت که زنکار هم خیلی گفتم ای خدا کورچه دارد این سویستت بکی ولی هم داد زدن که کورچه گفتم گرفتم ای دستش کورچه را من خیلی آسمان دا میزنم گفتم خبیدم اینا چیلی کم تر یارش دیگه سال شده است خیلی شد او روزوخی 2 هفته شد کورچه را گرفتم اوچه در بالای غلطیدگی بود وای بعد ای بالاش تو میگیرم گفتم زنکو هم ای دستم کورچه را گرفتم نمیدونم کجا کردم کورچه را گرفتم دیگه کورچه کجا شد میگیم کورچه نیست اوچهش لباسش دارم ها как будто ما کرده باشیم اون کارو لباسای خودشه خودش لباسای خودش هم زنک دارم ای ماشین تا اومد کی و ایوژه نو کورچه خوردگی غلطیدگی من شهباز کورچه را ای دستم گرفتن و من شهباز رو خلاص میکنم گفتم که ایوژه غلطیدگی بود داخل این تو دویده کدام اومد یه جورم گیری رو بالیسا رو این هم خیلی غلطش بگم اوچه و بچه خستن نه کورتش دراندم نه خیلی کورتش گیری دران گفت این نگفت بینه گفت بچه گیری رفته مدل گفت خست اومد با چه مقصد کورتش دراند؟ من نگم که شوی تو زده لیکن دراندنش شما خودتون دیدید که خودش لیکن شما باوری دارد که بین شوهر شما و دختر یگان چیز نیست نه میدونید شوهرم ما خودمون سازه میدم چی نیستیم و دخترم دختری خوب وای دختر نمازخوان یگام چی خیلی نیست ای وای شوی ما باید دیدگی هم نیست دخترم عموما دیدگی نیست نه دیدگی هم نیست